درود دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من با آموزش 3 ستاره کردن چالش بزن بکوب در دریاهای آزاد. از این قسمت یه دونه جاینت میذاریم تا نیروی کلانکسی بیان بیرون، یه جاینت دیگه میذاریم تا نیروی کلانکسی اسکلتا دریاش قرار بگیرن و با یه اسپل رد همشون از بین میبریم. یه دونه آرچر از این قسمت داره که طلای گرباد خیلی کار کنه، یه ویرانگر این قسمت، یه آرچر و یه آرچر هم به این قسمت. یه دونه بالون برای از بین بردن این تله ها. از این قسمت پایین کینگ کوره رو میذاریم با ابر والکیری هم این قسمت دیگه واردون رو میذاریم و از این قسمت آیزلاوان دراگونا بالونا با مینیون فریز. از این قسمت هم رویال با نیروی کمکی باید دیگه باید حواسمون به اینا باشه. میندازیم اسپری رد میزیم رو گل جهنمی ها. بره از بین بردن. دوستان اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین لطفاً چنل رو ما لایک سابسکرایب کنید. ممنون. اینجا روی کین یه دونه نامری، یه نامری دیگه و هر بیت کین رو میزنیم. کلیس معیار رو میزنیم مینیون پریز. دو تا ویزارد از اون قسمت، آرچر و نیروهای باقی مانده رو دیگه میذاریم. ممنونم که اینجای ویدیو همراه ما بود.